خداوند انسان را به نهایت زیبا آفرید. قسمی که در قرآن عظیمشان خداوند مهربانی کرده و ما خلقنا الانسان فی احسن التقویم. و وقتی که انسان میره به درون خود فکر میکنه که ساختار انسان چقدر زیباست، پالوی ساختار جسمی انسان، هنر و علمی را که خداوند بر انسان داده بسیار خاص است. این شرطش ای است که انسان خودش توجه بکنه و کشف بکنه استعداد خدا. شاید بزرگترین استعداد همین لحظه که خودت بیننده پادکست هستی در اعضای خانوادیت، مخصوصا در اطفال نوجوان یا اطفال خرد و نوجوانت باشه. مگر چطور ما کشف بکنیم این استعداد را؟ چطور پی ببریم که طفل ما یا نوجوان ما استعداد داره؟ در جامعه سنتی افغانستان ما همیشه شاهد بودیم که فرصت بسیار کم داده شده به اطفال. وقتی که اطفال ما بسیار زیرک است، حتی از 3 سالگی شروع میکنن، باهوش بودنشان آشکار است، ولی اگر مدیریت سالم شود، شما میتونید که یک فرد به نهایت سالم و با ارزش در جامعه تقدیم بکنید. اگر مدیریت سالم نشه، سرکوبش بکنیم که متاسفانه همیشه معمول است در خانواده ها، وقتی که طفل ما بیشتر از سنش میفهمه، بیشتر از سن سالش درک داره، ما برش فرصت نمیتیم. حتی متاسفانه در جامعه سنتی جایی که بزرگار نشسته، اصلا اطفال را نمیگذارن کجا بشینن، با وجودی که اطفال در جستجوی کشف درون خود هستند. در این پادکست بسیار جالب است. در این پادکست نبض زندگی ما چهره به نهایت مشهور و سلبریتی افغانستان را دعوت کردیم. ای که چهرهش سرشناسه است یک افتخار است. من خودم شخصا وقتی که زندگی نامش رفت و مطالعه کردم، برنامه تلویزیونی شدیدم، متاسفانه در اواخر من دیدم که چقدر تنگ نظری ها زیاد است در بازار. متاسفانه یک تعداد که همه نمیگم، یک تعداد از رسانه ها نیز از این کاروان مستثنا نبوده و کوشش کردن که به نحو عقده داشته باشند. چرا یک شخص باید بسیار یک سخنور خوب باشه؟ چرا یک شخص باید بسیار ذکی و هوشیار باشه؟ چرا یک شخص یک مدیریت خوب داشته باشه؟ و مخصوصا یک نوجوان. من تصمیم دارم در این پادکست کاوشگری بکنم زندگی از این نوجوان را، و این نوجوان باعث شده که صدها و صدها نوجوان دیگه روی صحنه بیاین و از این الگو بگیرن. دیگه صحبت ها بسیار زیاد است. مهمان معرفی میکنم شایق جان کفشانی عزیز. شایق عزیز، خوش آمدید عزیزم. اولا سلام خدمت شما. میخوایم که با نام خدا شروع بکنم. میگه به نام خداوند واجب الوجود که در هم کوبنده ستمگران، دستگیر بینوایان و امتحان گیرنده آخر زمان است. شایسته خدایی، زیبنده یکتایی و لایق پرستش همگانی است. سلام عرض میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم که فعلا برنامه را مشاهده میکنن و خدمت شما. انشالله که خوب باشید. شایق جان، چقدر قشنگ صحبت میکنی. آدم از صحبت کردنت لذت میبره. میخوایم بپرسم، سوال خیلی زیاد دارم. من میخوایم در این برنامه ناگفته های تا بشنوم. یک در ضمنش من حیث اولین سوال میخوایم بپرسم، از کی و چطور فهمیدی که خودت استعداد داری، خصوصا در سخنوری چقدر زیبا صحبت میکنی؟ آیا این صحبت کردن ذاتی به تو بوده؟ آیا به تو تعلیم داده شده؟ آیا خودت را کشف کردی که قدر زیبا صحبت میکنی و زیبا میبینی همه چیز را؟ لطف دارین. شما بزرگوار هستین و این بزرگواری شماست که فکر میکنین که سخنان معالی هست. سپاسگزار شما هستم. من همیشه در زندگی خود تلاش کردم، همیشه کوشش کردم که یاد بگیرم از شما بزرگواران تا بتونم مثل شما صحبت بکنم و همیشه تلاش کردیم و در کنار از این همیشه شوق و علاقه رسانه را از کودکی خود داشتم، چون کاکای من یک شخص بزرگوار بود و در رسانه ها زحمت میکشید و من هم دوست داشتم که روزی در تصویر بیایم و یک خبرنگار شوم، یک فعال رسانه‌ای شوم و همو استعداد خود را به جهان نشان بدم که الحمدلله با تشویق هموطنان تانستم که تا اینجا پیش بیایم. یعنی کاکای خدا بیامرزد که یکی از دوستای صمیمی من هم بود
جنت جایش باشه. یعنی اولین الهام را خودت از کاکا گرفتی دیگه. دقیقاً وقتی که یک الگو در خانواده خود داشته باشی از اون الگو میگیری و میتونی که پیشرفت بکنی. و کاکای ما در هر چیز برای ما الگو بود، هم در بخش شخصیت که واقعا یک شخصیت عالی داشت که ما هر جایی که میریم دوستانش از شخصیتش تعریف میکنن. و من شاهد این صحنه خود من بودم، چون بله. امروز 6 تا برخواست داشتم. شایق جان میخوایم بپرسم که از وقتی که شروع کردی و فهمیدی که تو در درونت یک نیروی بسیار قوی داری، یک استعداد بسیار پنهان داری، چطوری را پیدا کردی؟ چه قسم پیدا کردی؟ دا چی سنه درک کردی موضوع ما را؟ از کودکی، یعنی سنای شاید الان کودکاشم، ولی از سنای 6 سالگی ما وقتی که موبایل داشتم خیلی دوست داشتم به خود ویدیو بگیرم. خیلی دوست داشتم که از خود تصویر بگیرم، حرفای انگیزشی بزنم. گرچه اون را نشر نمیکردم فقط برای خود، ولی دوست داشتم که ویدیو از خود بگیرم. و بعد از اینکه خانواده ما از جمله پدر جانم دیدن که من میتونم خوب صحبت بکنم، مرا در تصویر آوردن و کم کم زحمت کشیدم، تلاش کردم تا بتونم خوب صحبت بکنم. من نمیگم که از اول میتونستم خوب صحبت بکنم، تلاش کردم، زحمت کشیدم، چون هیچ کاری بدون تلاش به دست نمیاد. پس من از این الهام میگیرم. بعضی وقتها یک مقوله در جامعه ما شما داریم که میگه فلان طفل نابغه است. من پس این دست را بگیرم که خودت درست است که یک استعداد درونی در خود داشتی. البته این استعداد مختص به یک شخص نیست. خداوند قسمی که در آغاز گفتم انسان را بسیار زیبا خلق کرده و هیچ انسان بیهوده نیست، ولی شرط چیست که یک انسان خودش را جستجو بکنه. مثل که خودت جستجو کردی، دیدی که در کدام بخش خودت علاقه‌مندی داری و کشف بکنی. پس در این نقش خانواده هم بوده که خودت تشویق کرده و همچنان مخصوصا نقش اول الهامگیری از کاکای بزرگوار مرحومت بوده و بعد پدر نقش داشته دیگه، پدر و مادر. وقتی که حمایت فامیل در کنارت نباشه شکست میخوری. چرا؟ چون تنها کسانی که میتونن روحی تو را ضعیف بکنن، تنها کسانی که میتونن تو را نابود بکنن اطرافیانت و خانوادی تو هستن. وقتی که فامیلت حمایت نکنه سخت است به موفقیت رسیدن، ولی اگر فامیلت حمایت بکنه، پدرت حمایت بکنه، چقدر انرژی میگیره آدم، چقدر واقعا انرژی میگیره. هزار انتقاد یک بیگانه با یک تشویق یکی از اعضای خانواده برابر است. یعنی تمام سطح انتقاد را فراموش میکنی، ولی او تشویقی را که برادر کوچک حتی برات کرده او را در ذهن خود میگنجونی. چون میفهمی شایق جان که راز در کجاست؟ راز در اینجاست که اعضای خانواده ما اونا واقعا تصمیم میگیره در مقابل ما و واقعا قضاوت عاقلانه و بی‌طرف میکنه. به دلیلی که اگر ما بریم دنبال تشویق دیگرها، درست است ما احترام میگذاریم بر دیگرها، با بقیه که ما را قضاوت بکنه چی مثبت چی منفی، ولی در جامعه اگر ما بسیار توجه بکنیم که فلان چی میگه باز ما پس میمانیم. شایق جان تا بال شده که خودت بسیار سرد فشار آمده باشه در این راه، چون در جامعه که آدم رشد میکنه و هم جامعه بسیار سنتی افغانستان، صحبت های عجیب و غریب، تبلیغات منفی، خود خسته شده باشی بگوی دیگه نمیخوایم ادامه بدم بحثم هست. خب هر کسی باشه خسته میشه، هر کسی باشه که زیر حجم انتقاد باشه و اون وقتی که حق را بگویی، حداقل وقتی که یک جرم را مرتکب شده باشی اگر جزایشان ببینی اقدر به تشویش نمی باشی، درد نمیکشی. ولی وقتی که حق را بگویی، ولی وقتی که واقعیت را بگویی و از حق دفاع بکنی ولی انتقاد شوی، وقت واقعا که دردناک است. ما واقعا بعضی از هموطنان را که انتقادشون میبینیم ناراحت میشیم، ولی وقتی که از حق دفاع کردیم وجدان ما راحت است و پیش وجدان خود شرمنده نیستیم. چقدر جواب معقول است و ای که ما باید مبارزه بکنیم، ادامه بدیم. مردم همه باید چیز پیش میگن، وجدان خود سربلند باشیم. همه قسم است. پس قرار نیست ما همیشه باید تاییدی مردم را بگیریم. شایق جان من میخوایم بپرسم که در شرایط سخت که بعضا قرار میگیری خودت و پدر جان عزیز، خصوصا در آخر من اشاره رساندم که بعض دوستان انتقاد میکنن، هرچند انتقادهای بیجای است ولی بازم امی ضمیر آگاه یا ناخودآگاه انسان جذب میکنه این موضوعات منفی را در ذهن خود. 100 گپ مثبت شنیده باشی یک گپ منفی بشنوی بسیار همیشه توجهت جلب میکنه. در این شرایط سخت که خودت قرار میگیری چی برات انگیزه میده؟ خب ما و پدر جانم یک عادت داریم
که هر زمانی که در شرایط سخت قرار میگیریم بزرگترین فکرها را در همون شرایط میکنیم. یعنی ما قرار است که چند برنامه بسیار بزرگ را در همین نزدیکی ها آغاز بکنیم که راز باشه، که هموطنان بدانند، ولی به نام آلیست افغانی است که واقعا یک پروگرام فوق العاده است که قرار است که ما تمام شرکت های افغانستان را و معرفی بگیریم و همچنان برنامه های دیگر هم زیر دست داریم که انشالله دوستان منتظر باشند. و ما هر شرایط سختی که در او قرار میگیریم ما تلاش میکنیم تا از او شرایط که برایم ولی موفق در هم شویم. شایق جان بسیار قشنگ صحبت میکنه و از وقتا مدل نمیشه که وقفه هم میگیرم، اما دوستای تکنیکی اشاره میته یک میان برنامه میگیریم، دوباره با شایق عزیز و با استعداد هستیم. با شایق جان عزیز است. شایق جان هرچند سوالایی را که من طرح کردیم ممکن به سن سال خودت بر بخوره و همچنان بسیار ثقیل باشه بر صورت، اما من چون درک میکنم خودت ظاهرا خرد هستی ولی افکارت بسیار بزرگ است. من میخوایم بپرسم که به نظر خودت استعداد از دید شخصی خودت ذاتی است یا بیشتر به تلاش انسان بستگی داره؟ خب استعداد داد الهی است که هر شخصی در دنیا استعداد داره، حالا در هر بخشی، ولی اگر تلاش نکنی، حتی اگر نابغه هم باشی، نمیتونی که از استعداد خود استفاده بکنی. حتی اگر ما نابغه ها را مد نظر بگیریم، اگر نابغه هستن ولی اگر تلاش نکنن، اگر علمیت خود را بالا نبرن، اونا خود نمیتونن از استعداد خود استفاده بکنن. ولی از نظر من همه استعداد دارن ولی تلاش نقش مهم را داره. شایق جان اگر یک نوجوان نفهمه که به چی علاقمند است، به خاطر که می علاقمندی انسان از دوران ایام نوجوانی شروع میشه دیگه، معمولا از 9 سالگی انسان درک میکنه که به چی علاقمند است. خودت چی پیشنهاد میکنی؟ چطور مثل خودت واری راه خود پیدا بکنه؟ از کجا شروع بکنه که بفهمه که در چی استعداد داره؟ هر کسی قرار نیست که در سوشیال میدیا بیایه. هر کسی امیره میخواستم بپرسم که یعنی بخشای مختلف. بله. هر کسی قرار نیست که کرکتر شود. هر کسی در سبک خود، در کار خود استعداد داره و وقتی که ما مثلا فوتبال میکنیم، به فوتبال علاقه داریم و دوست داریم که بیشتر وقت خود را در فوتبال بگذرانیم، به این معنی است که ما استعداد زیادی به فوتبال داریم و شوق زیادی به فوتبال داریم. هر کاری را که ما میکنیم اول شوق مهم است که شوق به او کار داشته باشیم و کار خود را دوست داشته باشیم. و وقتی که کار خود را دوست داشتیم، در بالای از او تلاش میکنیم، زحمت میکشیم. اگر فوتبالیست هستیم، فوتبالیست عالی شویم. اگر خبرنگار هستیم، خبرنگار عالی شویم. اگر هر کاری هستیم، بهترین کار خود باشیم. پس از ایام کودکی، 7 سالگی، 6 سالگی یا بعض دوستا بسیار زود رشد میکنه، از ایام 4 سالگی رشد میکنه. پس راه خود انتخاب بکنیم که ببینیم اول به چی علاقه داریم، بعد تلاش بکنیم که یکی از تلاش کنندگان هم خودت هستی که تلاش کردی، خودت تونستی موفق بسازی دیرا. من میخوایم بپرسم که شایق جان همیشه می قسم اعتماد به نفس داشتی از ایام کودکی یا با گذشت هر روز خودت تجربه بالا شده رفت، با کسب تجربه خودت اعتماد به نفستان بالا رفت؟ دقیقاً اعتماد به نفس وقتی به دست میاری که تو تجربه داشته باشی. یعنی انسان وقتی که روی یک استیج سخنرانی میکنه اگر تجربه نداشته باشه اعتماد به نفسش پایین میایه، چون که نمیدونه وقتی که در سر استیج یک کلمه از پیش اشتباه میشه چیکار بکنه. اعتماد به نفس به این هست که تو چقدر بالای سخن خود اعتماد داری، چطور میتونی الفاظ را جاگزین بکنی. و وقتی که تجربه داشته باشی میتونی که اعتماد به نفس خود داشته باشی که من میتونم همین کار انجام بدم. کاملا همین قسم است. مثل که یک کنسرت بود، من دیدم هنرمند در یک ساحه میز پاش میغلطه ولی دوباره چون تجربه داره به قسم رو جمع میکنه که مخاطب اصلا احساس نمیکنه. او صحنه وایرال شد و بسیار مثبت وایرال شد چون تجربه داشته. شایق جان میخوایم بپرسم که زمانی که در ایام کودکی که نو خودت رشد کردی، چون من میفهمم وقتی که آدم کودک میباشه دیگر آدم بسیار جدی نمیگیره، حتی اعضای خانواده جدی نمیگیره. وقتی که صحبت میکنی با وجودی که شاید به ندرت در بعض خانواده ها باشه ولی یک تعداد کثیر از خانواده ها رو ما میبینیم که وقتی ما میخوایم یک چیزی بر گفتن داشته باشیم یا چیزی سوال خلق میشه ما را اجازه نمیده. زمانی که خودت جدی نمیگرفتن خودت چی احساس میکردی؟ خب الحمدلله خانواده ما یک خانواده فرهنگی است، خانواده هست که رسانه‌ای هست و خانواده ما همیشه سخنان یکدیگر جدی میگیریم، چون اگر جدی نگیریم
نمیشه. پس بیاین که پیشنهاد من هم به تمام خانواده ها همی است که لطفاً حرف نوجوان، جوان و کودکان فامیل را جدی بگیرن، چون که وقتی که ما به یک نفر ارزش میتیم در واقعیت ما به خود ارزش دادیم. همین قسم است. اصلا سوال من مختص به خانواده نبود شایق جان. بعضی وقتا میشه مثلا در مکتب یا با دوستا یا با اعضای خانواده که فامیلای دور، بعضی وقتا خودت بعضی چیزا میگفتی چالش به شروط میامد که نمیخواستن گپ جدی بگیره. خب بعضی از قوم و خویش هستن که با وجودی که تو را میشناسن، با وجودی که میفهمن که چقدر استعداد خوب داری، ولی کوشش میکنن که تو را نادیده بگیرن، که انگار ما اصلا ندیدیم که تو استعداد داری. ولی یک فرهنگ بسیار اشتباه هست. ای کاش که ما بیایم و همدیگر پذیر باشیم. این تنها قوم و خویش نیست، بلکه خیلی ها هستن که اما خدایی از چهره تو خوشش نمیاد، خدایی از صحبت تو خوشش نمیاد و دوست نداره که تو را حمایت بکنه و کوشش میکنه که اگر جدی نمیگیره، کوشش میکنه تحقیر و توهین هم بکنه. ولی ای کاش که بیایم هم دیگر پذیر باشیم، بیایم یکی دیگر را ببینیم که واقعا همین شخص استعداد داره و حمایتش بکنیم. بسیار قشنگ جواب دادی شایق جان. من میخوایم بپرسم، یک ویدیوتونم دیدم که خودت و پدر بزرگوار شکایت دارین در حالی که پدر بزرگوارتان تا اشک بریزه از سخنان ناخوشی که شنیده، از قضاوت‌های بیجایی که شده این. بسیار دردآور بود به من خودم شخصا دیدم، بسیار بر من دردآور بود که حالا ما که حداقل میتونیم یک تشویق بکنیم، اگر حالا مو جوان مثبت است یا منفی است میتونیم که حداقل تشویقش بکنیم، نه حال تشویق نه یک تعداد کثیری از دوستان میآیند انتقاد میکنن. من میخوایم بپرسم که خودت با ترس از قضاوت دیگران چطور مقابله میکنی؟ خب ما در اول برنامه هم براتون گفتم که ما پیش وجدان خود سربلند هستیم. چرا؟ چون همیشه از حقیقت ها گفتیم، در حالی که خیلی از فعالهای رسانه‌ای کوشش میکنن که همون جاهای خرابی افغانستان را به جهان نشان بدن و افغانستان را یک کشور جنگ زده نشان بدن. ولی ما تنها شاید فعلا حال زیاد شدن، ولی همیشه کوشش کردیم که از زیبایی ها تصویر بگیریم، از جاهای چهره زیبای مثبت افغانستان، فرهنگ مثبت افغانستان، از مردم با فرهنگ افغانستان تصویر نشان بدیم به جهان. نه، ولی بعضی ها دوست دارن که ما بیایم و از خرابه های افغانستان تصویر بگیریم و همیشه اشعار غمگین بخوانیم. چرا ما همیشه باید اشعار غمگین بخوانیم؟ چرا ما به خاطر وطن ما اشعار شاد نخوانیم؟ چرا وطن ما را آباد نکنیم تا کی ما افسوس گذشته را بخوریم؟ ما امروز جوانان ما افسوس میخورن که چرا افغانستان ما بزرگانش طور کردن و طور کردن، ولی تا وقتی که همین جوانان خودشان بیدار نشن و فقط تماشاچی باشن، هیچ زمانی افغانستان پیشرفت نمیکنه، چون که تمام کشورها روی جوانان خود ایستاد هستن و وقتی که ما بالای جوانای افغانستان سرمایه گذاری نکنیم، ایره یادمان باشه که هیچ وقتی افغانستان پیشرفت نمیکنه. بعضی وقتا من میگم نه که صحبت‌های شایق جان آنقدر قشنگ و دوست داشتنی است که آدم احساس میکنه که یک کتاب عظیم را در ذهن یک نوجوان بسیار کوچک خردسال جابجا کردی. من واقعا بر افتخار میکنم شایق جان و چی جواب قشنگ دادی. از همه مهمتر من میخوایم یک چیز بگم شایق جان، خودت به بسیاری از نوجوانان الگو شدی. بسیاری جوانا این یک حقیقت است که خودت هم میبینه، وقتی خودت اینقدر قشنگ صحبت میکنی و اینقدر زیبا حرف میزنی و اینقدر اندیشه بزرگ داری، یک تعداد زیاد جوانا و نوجوانا خودشان را پیدا کرده. من میخوایم یک چیز را بپرسم از دید شخصی خودت. یک تعداد جوانا از استعداد خیلی زیاد داره، صحبتایی را که تو میکنی اینا میگن بابا ما قدر صحبت ها در درون خود داریم، کسی به ما فرصت نمیده، یا کسی برشان فرصت نمیده، یا اینا خجالتی هستند، ترس دارن، دلهوره دارن، نمیتونن صحبت ها، یا مثلا اگه فرصت داده میشه زیر تاثیر میرن، به اصطلاح خجالتی هستن، نمیتونن. پیشنهاد خودت به این نوجوانان چی است؟ دقیقاً افراد بسیار با استعداد در افغانستان هستند. من حالا خود را قدر با استعداد نمیگیرم، چون که میدانم در صنف مکتب من خیلی کسا هستند که از من با استعدادتر هستند. در مکتب خیلی ها هستند از من با استعدادتر، در کل افغانستان خیلی ها هستند از من با استعدادتر هستند. ولی دلیلی که اونا حمایت نشدن چی است؟ چون که حمایت فامیل خود را ندارن. یکی نقش خانواده است که همیشه سرکوبشون خانواده مهم است و وقتی که خانواده ما حمایت ما نکنه هیچ وقت نمیتونیم پیشرفت بکنیم. و دوم بحث ازی است که امروز هر کسی که در صفحات اجتماعی میایه و سر بلند میکنه و یک استعداد خود را به نمایش میگذاره، حتی اگر یک اشتباه کنه اشتباهش آنقدر بزرگ میسازن که اون نفر یا مجبور است خودکشی کنه یا خود را گم بکنه و دیگه اصلا در رسانه ها نیایه.
ولی اگر چقدر ازش همین دست کار؟ فرهنگ بد از افغانستان دور شود، ایرا مطمئن باشین که امروز اگر 10 تا جوان در تصویر است، یادتان باشه که به صدها جوان در تصویر میاین. ولی امروز همگی از این میترسن که اگر ما یک اشتباه در تصویر بکنیم سوجه کل افغانستان میشه. ولی چرا ترس از قضاوت مردم دیگران. ما این گونه هستن؟ چرا باید که یکدیگر را تخریب بکنیم؟ تا کی یکدیگر را تخریب بکنیم؟ از این تخریب چی به دستمون میآید؟ هیچ چیز. با وجودی که خود با پیشرفت نمیکنیم، مانع پیشرفت یک نوجوان دیگه هم میشیم. امروز کشورهای همسایه ما خیلی استعدادها دارن و حتی اگر کسی استعداد نداره میاد در تصویر و یک سخن خوب میزنه، مردم ازش حمایت میکنن. ولی در افغانستان تا که دو دشنام نزنی هیچ امکان نداره که تو پیشرفت بکنی. امروز کسایی که دو دشنام میزنن و فحاشی میکنن فالوورشان به صدها هزار نفر است. ولی کسایی که حرفای خوب میزنن، کسایی که مردم را دعوت میکنن به فرهنگ خوب افغانستان، اونا شاید که 100,000 فالوور یا 200,000 فالوور. شایق جان ما میخوایم در جواب بگویم یکی که همه هموطنان ما قسم نیست. انشالله اگر ما 10 نفر افراد داریم که بی‌بند و بار هستن، قضاوت‌های ناسالم میکنن، ولی هزاران هموطن دیگه ماست که خودت میبینه و همیشه دوست داره، تشویق میکنه و صحبتات لذت میبره. من میخوایم بپرسم که شایق جان عزیز، یک نوجوانی که فکر میکنه که شرایط به ما مساعد نیست، خودت برش چی گفتنی داری؟ چطور اینا به خودشون شرایط مساعد بسازن که رشد بکنن؟ دقیقاً هر کسی از میتونه کجا باید شرایط دقیق را شروع به خود بکنه؟ مهیا بسازه. ولی اول باید که یک حامی قوی داشته باشی. هر انسان موفق در کنار خود یک حامی قوی اول داره. خانواده میشه. بله. وقتی که خانواده حامید نباشه بسیار سخت است که پیشرفت بکنی و تو در ایام نوجوانی اگر فامیل حمایتت نکنه هیچ امکان نداره پیشرفت بکنی. ولی وقتی که جوان میشی، 20 سال 30 سال عمرت رفته، وقت مجبور هستی که بر خود بسازی. ولی چه خوب است که فامیل ها بیاین از همین ایام نوجوانی بالای اطفال خود سرمایه گذاری بکنن و اونا را رشد بدن تا در جوانی اونا بتونن زندگی بکنن، نه که دنبال زندگی بگردن. مثل که میگن نمیشه معلم اول آدم خانواده آدم است، پدر و مادر است. در موفقیت خودت چقدر خانواده نقش داشته و دوستایت؟ در موفقیت من 90% فامیل من نقش داشت. خوش به حال شد. چون که هم عمه جانم، هم پدر جانم و هم تمام فامیلم همیشه کوشش کردن که من بتونم سخن خوب بزنم و من سپاسگزارشان هستم و ای کاش که تمام فامیلا همینطور باشه. خودت خوشبخت هستی که این قسم خانواده بزرگوار کنار داری، ولی من میخوایم بپرسم یک تعداد جوانایی که خیلی زندگی فقیر نشین دارن، در بسیار یک نقطه دور افغانستان زندگی داره و بسیار بیچارگی زندگی داره، ولی استعداد داره، حمایت کننده نداره. اینا باید چی بکنن؟ اگر یک چند کلمه برشان مختصر بگویی. خب کسی که استعداد داره بالاخره یک روز نه یک روز استعداد خود را نمایان میکنه. اینجا مسئولیت از ما هست که ما بیایم حمایتش بکنیم. امروز اگر یک استعداد میاد سر بلند میکنه، خیلی ها کوشش میکنن که تخریبش بکنن، ولی بیاین که ما حمایتگر کسانی شویم که حمایتگر ندارن. بیاین که ما حمایتشان بکنیم. بیاین که ما نکات منفی را مد نظر نگیریم و دنبال نکات مثبت باشیم. و این گونه میشه که هر نوجوان افغان، چه فقیر باشه، چه پولدار باشه، چه هر چیزی باشه، میتونه که استعداد خود را به نمایش بگذاره و مردم حمایتش بکنه. و قرار است همیشه انسان بی‌نقص نباید باشه. به خاطر اینکه انسان پیدایش جایز انسان اگر الخطاست. میبینی انسان از اون پیدایشش خطا کرده، پی ببره دوباره به اشتباهش. ولی چه خوب است که ما عزیزای ما که اگر پوینتش منفی هم است به یک نحوه بر از او بفهمانیم که او همون نقطه ضعف خود را به قوت تبدیل کنه. بعضی از جوان‌ها هستن که کوشش میکنن از فحاش‌ها حمایت بکنن، از کسانی که دو دشنام میزنن. امروز شما ببینین که در لایو یک نفری که دو میزنه 1000 نفر نشسته و گوش میکنن، ولی در لایو یک نفری که میایه و از آبادی وطن میگه، از استعداد خود میگه، شاید که 10 نفر و 20 نفر به سختی در اون لایوش باشه. دلیل ای است که یک شایق جان امروز سوشال میدیا نقش بسیار گسترده داره ای که ما انشالله روی پادکست های بعدی متخصص بخش را دعوت میکنیم، انشالله موضوعات را بحث میکنیم. در ضمنش شاعر چقدر قشنگ میگه که سیاهی لشکر نیاید به کار، 100 مرد جنگی به ز 100,000. پس همین که ما شما حداقل چند شنونده داریم که با درک هستند، با فهم هستند، همین کفایت میکنه. با شایق جان عزیز هستیم. پس از یک میان برنامه چند سوال بسیار خوب ازش دارم. من امیدوار هستم که پاسخ بده. با ما باشه.
دوباره خوش آمدید عزیزان. شما بیننده برنامه نبض زندگی از شبکه رسانه فراز هستین و ما جوان بسیار قشنگ نازنین، هم خوش سیما، هم خوش صدا، هم با استعداد را کنار خود دارم. شایق جان کفشانی عزیز است. شایق جان، ما میخوایم بپرسم که در این وقتا شما شاید هستین که سوشال میدیا یک چیزی است که همه در دسترس خود داره و هم طفلا، نوجوانا، بزرگا همه درگیرش هستند. میخوایم بپرسم که خودت روزانه چقدر از موبایل استفاده میکنی و چگونه استفاده میکنی؟ کار ما بیشتر در موبایل، کامپیوتر و شبکات رسانه‌ای هست، ولی من شاید که در روز 50% از موبایل استفاده بکنم، ولی بیشتر من در برنامه ها مصروف هستم و او 50% هم که در موبایل مصروف می باشم یا برای آپلود است یا برای فیلم برداری هست یا اگر کدام پستی را تماشا بکنم. پس کار میکنی، از موبایل استفاده میکنی؟ دقیقاً. چون که اگر در این زمانه ما از تکنولوژی روز عقب بمانیم ما شکست خوردیم. امروز ما باید کتاب مطالعه بکنیم، علم ما را بالا ببریم، ولی تمام چیزها فعلا در موبایل هست. اگر ما بخوایم تاریخ یک امپراتوری را ببینیم در موبایل سامسایی میتونیم که از هوش مصنوعی پرسان بکنیم و تمام معلوماتش را دقیق بر ما بده. پس چه خوب است که با تکنولوژی یک جای پیش بریم و با تکنولوژی همزمان رشد بکنیم. پس خودت استفاده بسیار مثمر و مثبت داری. پیشنهادت به اون جوانایی که اینا با شبکه‌های اجتماعی درگیر هستن و با محتوای عجیب و غریب مصروف هستن و صبح تا شام موبایل پیششان است، همیشه از موبایل استفاده میکنن بدون از اینکه به نفعشان باشه، به زیانشان است، یک احتیاط پیدا کردن. من حیث یک جوان موفق، من حیث یک نوجوان موفق، خودت برای اونا چی پیشنهاد میکنی؟ مثلا بسیار فرصت ها سر در موبایل اگر بخواین استفاده کنه، قسم که خودت تذکر دادی که باعث شده که شبکه‌های اجتماعی دسترسی به اطلاعات بسیار زیاد عظیم و گسترده باشه، بله، و حتی آموزش زبان، حرفه، کار. خودت چقدر از این استفاده کردی و در رشد خودت دقیقاً نمی موبایل چقدر نقش داشته یا اینترنت؟ موبایل چیزی هست، اینترنت در کل، که ذهن انسان را باز میکنه، ولی که در چه راهی ازش استفاده میکنیم بسیار مهم است. امروز ما یکی از نابغه ها و استعدادها را در وطن ما داریم به نام محمد امیری، کودکی که با استفاده از اینترنت به 8 زبان مسلط شده و میتونه که به 8 زبان صحبت بکنه و هم استفاده از موبایل. دقیقاً. یعنی اگر ما از موبایل و اینترنت استفاده خوب بکنیم، ایرا یاد ما باشه که میتونیم مثل محمد جان امیری باشیم و خیلی استعدادهای دیگه که از موبایل استفاده خوب کردن. چقدر قشنگ و خوب گفتی. من قبلا هم تذکر دادم شایق جان عزیز که خودت، من نمیگم که جوانای دیگه یا نوجوانای دیگه حضور نداشتن، ما جوانا و نوجوانایی داشتیم که حضور داشتن در صفحات مجازی و در پرده های تلویزیون، مثل که قبلا در گذشته ها ما برنامه کودک داشتیم، کودک های بسیار با استعداد داشتیم. ولی فعلا خودت از کسایی هستی که من به صراحت گفته میتونم که از پیشکسوتایی هستی که نوجوان با استعداد، با فن بیان قشنگ، با افکار بسیار بلند. من از پشت صحنه همیشه که ویدیوهایی تا میدیدم احساس میکردم خودت فقط یک سخنور هستی و فقط کاپی پیست میکنی موضوعات را، ولی این پی بردم که خودت یک تحلیل بسیار خوب داری و ذکاوت تنها گفتار نیست، بسیار چیزایی در درون داری که او بسیار بزرگ است. من میخوام این را بپرسم که خودت به نوجوانایی که در حال رشد هستند و میخواین رشد بکنن چی پیشنهاد میدی؟ کدام راه ها را انتخاب بکنن که مثل خودت یک نوجوان شناخته شده شون و از همه مهمتر که رشد بکنن؟ خب پیشنهاد ما برای نوجوانانی که میخواین پیشرفت بکنن فقط یک چیز است، ای که در هر چیزی که هنر دارین، در هر چیزی که میتونین عالی رو به پیش ببرین، تلاش بکنین که عالی در کار خود باشه، تلاش بکنین که بهترین کار خود باشین. یعنی اگر کار شما کدنویسی است، بهترین تلاش خود را در کدنویسی کنین. اگر کار شما در رسامی و نقاشی است، بهترین خود باشه و این گونه میشه یک رشته انتخاب بکنین. قرار نیست همه شایق کفشانی باشه، سخنوری بکنه. بعضها میتونه بسیار فوتبالیست خوب باشه، بعضها میتونه بسیار نویسنده خوب باشه، نقاش خوب باشه. شایق جان، ما میخوایم که از خودت یک سوال بپرسم، اویی که خودت پلان آینده چی است؟ چی پلان داری با آینده؟ درست است که امروز خودت من حیث یک نوجوان شناخته شده در جامعه مطرح شدی، سخنوری خوب داری، ذکاوت خوب داری، ولی هر چیز باید یک سری
زمان ببره، باید یک مرحله طی شود تا به یک هدف برسه. هدف آینده خودت چی هست شایق جان؟ هدف آینده من یه هست که اول مکتبم را که خواندم، پهنتونم که خواندم، میخوایم که ژورنالیسم، یک سند ژورنالیسم را بگیرم و یک ژورنالیست موفق شم. و بعد از اون میخوایم که افغانستان را یک کشور عالی و جهان نشان بدم. و خواستم از جوانای دیگه هم همی است که بیاین یک جای تلاش بکنیم، چون یک نفری نمیتونیم که افغانستان را به جهان نشان بدیم. اگر هر کس استعداد خود را نشان بده، تلاش بکنه، زحمت بکشه که از زیبایی افغانستان بگویه، از کار خوبش بگویه که من یک افغان هستم و تو کار عالی را کردیم، مطمئن باشین که میتونیم یک افغانستان عالی داشته باشیم. و هدف من این است که افغانستان را، چهره مثبتش را به جهان نشان بدم. خب شایق جان، او کار خودت تا حد فعلا هم انجام دادیم. من میخوایم یک سوال دیگه از خودت بپرسم که اویی که خودت من خبر دارم بیشتر مصروف کارهای تجارتی هم هستی، برندینگ میکنی، اعلانات میکنی و همچنان سوشال میدیا، در پالوی از خودت مکتب هم میری. خودت من حیث یک نوجوان به من میشه سوال خلق میشه که تو یک حجم بسیار عظیم از این برنامه ریزی ها را تنظیم کردی و چگونه تنظیم کردی خودت؟ دقیقاً ما هم کار خود را میکنم و هم مکتب خود را میخونم، ولی اولویت برای ما درس و تحصیلم هست که ما درس بخونم، تحصیل بکنم. چون اگر ما درس نخونیم، تحصیل نکنیم، هیچ امکان نداره که ما بتونیم که صحبت بکنیم، چون که نظم و دیسیپلین را ما از تحصیل و مکتب یاد میگیریم. و بعد از او مکتب دوم ما انسان‌های مثل شما هستن که واقعا همیشه وقتی که سخنان شما را میشنویم میدونیم که شما یک دنیا مکتب هستید. شایق جان لطف میکنی عزیزم، بسیار جا تشکر. و من میخوایم رابطه کم تفسیری بیشتر بتم وضاحت بتم به صحبتت. میفهمی خودت هدف داری که یک خبرنگار یا یک ژورنالیست موفق باشی. ای که ابعاد مثبت و منفی یک جامعه و کشور است، ژانرهای مختلف است که آدم چون من خودم مکتب ژورنالیسم تخصصی خواندم، وقتی شما دنیای اول شما مکتب را میخوانین، بعد از ختم دوره مکتب شما میرین وارد رشته دلخواه خودتان میشین که ژورنالیسم است. و ما خودت شکایت داشتیم از سوشال میدیا امروزی که متاسفانه تولید محتوا آنقدر ناقص شده و متاسفانه ما ای امید را از کسایی نداشتیم که امروز بسیار چهره‌هاش شناخته شده هم هستند. محتوا و تولید محتواشان خیلی ناقص است، هم از نگاه ادبی هم از نگاه فرهنگی، از همه نگاه که میبینیم ناقص است. این به دلیل است که افراد مسلکی مایک در دست نگرفتن. امروز پادکست های مختلف تولید میشه با احترام به همشان، من به همشان احترام دارم، ولی متاسفانه محتوا قسم تولید نشد که یک نوجوان یک خانواده های حداقل از اون استفاده مثبت بکنه، به درد فرهنگ یک کشور بخوره، به درد جامعه بخوره. پس خودت وقتی که میری به شکل تخصصی ژورنالیسم میخوانی، در ژورنالیسم ما ژانرها داریم، ژانرهای مختلف مثل خبری، تاریخی، بخش‌های مختلف که خودت بتونی بری انتخاب بکنی و در او کار بکنی. من تا جایی میبینم خودت همیشه مثبت نگر هستی، انرژی مثبت داری، پس خودت هم ژانر مثبتش انتخاب کنی بخیر. و ما میخوایم که خودت بیشتر فوکس روی تحصیلاتت باشه. اصلا صحبت اینجا بود، من حیث یک برادر بزرگ میخوایم این موضوع را برات بگویم. بعض وقتا استعداد آدم وقتی مثل جوانایی که مثل خودت استعداد داره، اگر به شکل تخصصی یک رشته را انتخاب بکنن، تو میفهمی که جامع الکمالات دورش نمیشه. و از اون خاطر من خواهش میکنم خودت 80% یا بالاتر از او را وقت به تحصیل و تعلیمت بدی انشاءالله. روی آموزش زبانهای مختلف خودت باید، من امیدوار هستم، هرچند من پرسانم نکردم خودت با کدام زبانات تسلط داری، ولی من میخوایم که شایق را 1 سال بعد 2 سال بعد یک پادکست با خود داشته باشم که او اضافه تر از 6 زبان با من صحبت بکنه. توقعتان بسیار بالا. با استعدادی که خودت داری شایق جان، میفهمی میتونی. تو باید به خودت لیمیت یا هدف تعیین بکنی. شایق بتونه زبان انگلیسی را راحت صحبت بکنه، عربی را راحت صحبت بکنه، زبانهای مختلف را راحت صحبت بکنه. پالوش خودت باید اینمی قسم که چهرهت شناخته شده در جامعه. یک روز ما شاهد باشیم که شایق اول نمره عمومی کنکور فلان سال معرفی شد. ما این توقع را دارم. بعد باز آینده خیلی بزرگ است به خودت انشالله. و ما میخوایم در پایان از خودت بپرسم که پیامت به نوجوانان چیست و بسیار کوتاه رابطه به اهداف کوتاه مدت و طولانی مدتت صحبت بکنی. بله. پیام ما به نوجوانها و جوانها این است که بیاین که
همیشه از زیبایی های افغانستان بگوییم، تلاش بکنیم به خاطر وطن ما، به خاطر مادر ما. وطن مادر است و ما باید تلاش بکنیم. و همچنان گفتین که پلان هایتان چی است، اهدافتان چی است. ما قصد داریم که یک برنامه استعدادیابی آغاز بکنیم که با نماینده سازمان ملل هم در این مورد صحبت کردیم که شما دیدین برنامه‌اش را، که ما همراهشان گفتیم که ما قصد داریم که یک برنامه داشته باشیم که در تمام ولایات افغانستان سفر بکنیم و استعدادها را پیدا بکنیم و استعدادهای خود را به نمایش بگذارن تا مردم ببینن که چقدر اینا استعداد عالی دارن. و من همیشه خوشحال از این هستم که از استعدادها حمایت کردیم. امروز هر نوجوانی که با استعداد در تصویر آمده ما از او حمایت کردیم، ولی در این شرایط بحرانی که ما قرار داریم نوجوانان یکشان هم ویدیو در مورد حمایت از ما نساختن. ولی بازم خیر باشه. ما انشالله حامید هستیم شایق جان و همه مردم ما دوست داره. بسیار اشخاص کمی در مورد ما ویدیو ساختن، ولی چه خوب است که بیایم از یک دیگه حمایت بکنیم. ما به عنوان کوچکترین تمامتان از تمامتان میخوایم که حمایت بکنین از کوچکترین. من انشالله باور دارم که همه مردم خودت دوست داره شایق جان و پادکست ما را متوجه شدی که چقدر به نفع خودت است و همه پادکست نساختیم که بخوایم خدای نخواسته خودت به چالش بکشم. خودت یک گنج بسیار نایاب از سرزمین هستی و ما توقعیم از تو خیلی بالاست. من اما قسم که گفتم میخوایم پشت ویدیو بالا کردن یا وایرال شدن نگرد شایق جان. خودت استعداد داری، اگر بسیار ذهنت منجمد به این موضوع بسازی که کی از ما حمایت کرد کی از ما حمایت نکرد، خودت راههای تسبیشت پراگنده میشه و از پیشت میمونه. باید به هدف خود امی که اهدافت همیشه با خود هدف تعیین کو، با ذهنت، با فکرت و مشورت با کسایی باشه که واقعا خودت قضاوت میکنه. بهترین قضاوت کننده تو خودت هستی و بعد خانواده‌ت است. درست است؟ پس به خود باور داشته باش، اهداف بزرگ تعیین کو و من توقع دارم سال که خودت از مکتب که قرار است بخیر 2 سال بعد فارغ شوی و امتحان کانکور میتی، من توقع دارم که شایق کفشانی با این استعداد که خداوند برش داده اول نمره عمومی کانکور معرفی شوه و ما چیز متنوع تر از این ببینم و ما در آینده 10 سال بعد یک جوان را ببینم که نماینده یک کشور در سازمان ملل نشسته و حمایت میکنه از حقوق افغانها و همچنان از جامعه حمایت میکنه و روابط بین الملل یک رشته است که بعد از ژورنالیسم خودت میتونی ادامه بدی. و من دیدم که خودت و همراه من خودم بسیار شباهت با خودت زیاد دیدم. خودم هم در ایام کودکی بسیار تلاش میکردم و هدفم این بود که یک روز من بتونم یک خبرنگار شوم. حالا فکر میکنم که کاش یک روز شب بتونم به مقطع تحصیلات خود برسم و بتونم حداقل درد جامعه ما بیان بکنم. یک جهان سپاس شایق جان نازنین نزدیک در برنامه ما تشریف آوردی. پیام آخر تا میخوایم بشنوم. قربان شما. پیام ما فقط بر هموطنا است که دانه ای را که امروز ما میکاریم فقط حاصل فردا نیست بلکه آینده یک ملت است. پس بیاین که قوم پرستی را ریشه‌کن بکنیم و همدیگر پذیری را جاگزین بکنیم. انسانیت به خود الگو قرار بدیم. دقیقاً. اول بیاین که مسلمان باشیم و ببینیم که باید از کی حمایت بکنیم. و وقتی که ما از یک استعداد حمایت میکنیم این را یاد ما باشه که پیش وجدان خود سر ما بلند هست و هر وقتی که پیش وجدان ما سر ما بلند بود این را یادتان باشه که هم خدا از ما خوش است، هم بندش و هم همگی. جهان سپاس شایق کفشانی عزیز، نوجوان با استعداد. بیننده‌های عزیز، جهان سپاس از شما هم که همیشه بیننده هستین و برنامه نبض زندگی را میبینین از شبکه رسانه‌ای فراز. و ما در پایان یک جمله بسیار کوتاه میخوایم به خانواده‌های عزیز بگویم. شما هم شایق کفشانی های در خانواده‌هایتان دارین ولی برشان فرصت نمیتین. لطفاً به فرزندانتان فرصت بتین. فرصت بتین که صحبت بکنه. فرصت بتین که استعدادش آشکار بسازه. حمایتش بکنین، تشویقش بکنین تا راهش پیدا بکنه. سرزنشش نکنین. همیشه برشان مسیر هموار بسازین تا رشد بکنه. پس تا یک برنامه دیگه پادکست نبض زندگی که یک موضوع داغ از نبض تپنده جامعه بگیریم و مهمان و متخصصش را دعوت بکنیم، شما را به خداوند یکتا میسپارم.